ملا حیدر شریفزاده امام خطیب این مسجد است. او یکی از روحانیان شناخته در کلاب است. صدها نفر هر روز از پس او 5 وقت نماز خود را ادا می‌کند. ولی هفته گذشته هنگام خواندن نماز جنازه جوان به ملا حیدر با الکترشاک حمله کرده است. نماز خواندیم، همین جنازه را خواندیم، اما کفای ما بود و با فکر یک کس نبودن و همون تشکیل کردن همون قوم یک بنام دیوانه را او زده بعد ایدسش او امروش گرفتنش او را اشاره کردن که بگره مثلا دیگه کارش نگیریم فناش وقتا. ملا حیدر شریفزاده را در منطقه همچون با موعظه های بحث برانگیزش میشناسند، اما او میگوید که با گفته هایش جامعه را تربیت میکند. انگیزه حمله را هم خودش میگوید که دقیقا نمیداند به چه خاطر صورت گرفته است. درست یا بگم یگان چیزا نمیفهمم. مردم فند نصیحت میکنم که یک کس دوست دشمن نکنم. مقامات پلیس هویت حمله کننده را مشخص کرده است. در اداره ملیسای کلاب گفتند که او بیماری روانی است، اما امام بیم دارد که حمله کننده به دیگران آسیب نرساند. 5 سال پیش هم نام ملا حیدر در سرخط رسانه ها بود. آن وقت در خانه‌اش سوختار به عمل آمده 90% خانه‌اش سوخته بود. حالا ملا حیدر شریفزاده 76 سال دارد و امام خطیب مسجد جامع شهر کلاب است. این مسجد را داملا سالهای 1990 تشکیل کرده است. تا کنون ساختمان این مسجد دوام دارد. ساختمانی که 3 دهه می شود تا حال به آخر نرسیده است.